و سلام. وقتی از ترجمه حقوقی با درآمد بسیار بالا صحبت میکنیم، دقیقاً از چی صحبت میکنیم و چه چالش هایی داره؟ ببینید، ما میریم ترجمه فرمو کلا میذاریم کنار، اون که راست کار ما نیست. یعنی ترجمه شناسنامه و فلان و فلان، اینا رو میذاریم کنار، در موردش هم صحبت نخواهیم کرد فعلا. اما یک زمانی شما میرید یک سری اصطلاحات حقوقی یاد میگیرید، معادلاش هم یاد میگیرید، میگیم بسم الله بریم یه متن حقوقی درست حسابی بگیریم و پول خوبی هم ازش در بیاریم. ببینیم چه اتفاقایی برام میفته. خب یه زمان دعوای بین دو نفر به این صورته که مثلا کوکب اومده طلای آزیتا رو دزدیده، یا اکبر اومده سر شروین و کلاه گذاشته. این دوتا رو به کمک اون اصطلاحاتی که قبل دیدیم یاد گرفتیم میتونیم یه جوری ترجمهش کنیم. اما فرض کنید 2-3 روز قبل فراهانی یه ترجمه به دستش رسیده که یه شرکت نفتکش اومده نامه زده به یه شرکت بیمه‌ای برای اینکه فلان اتفاق افتاده، گفته 5 میلیون دلار من خسارت میخوام. اینو میخوایم ترجمه کنیم. ببینید، موقعی که میخواید وارد این متن حقوقی بشید، اون اصطلاح حقوقی ها رو پس ذهنمون نگه میداریم، ولی وقتی وارد متن میشیم میگه که فلان نفتکش موقعی که داشته فرایند انتقال این محموله نفتی صورت میگرفته، به فلان دلیل 1 2 3 4 5 اومده برخورد کرده با فلان آبجکت، ریزشو نمیگیم، و بر اساس این برخورد شلنگ های بارگیری و تخلیه شکستن، پاره شدن. اونم کجا؟ از ناحیه زانویی. ببینید، ما تا امروز هرچی حقوقی خوندیم توی زانویی نبود، شلنگی هم توش نبود. حالا شلنگ رو یه جوری پیداش میکنیم، ولی شلنگ ها 2 جداره بودن. این 2 جداره همون 2 جداره شیشه است، همون 2 جداره عایق فلانه، یا متفاوته؟ باید بریم سراغش و اینو پیداش بکنیم. در ادامه میگه آقا فلنج ها هم آسیب دیدن، طوری که دیگه نمیشه تعمیرشون کرد. آقا فلنج چیه؟ چی کار میکنه؟ چه اتفاقی براش ممکنه بیفته که توی این متن ازش اسم برده؟ جلوتر میگه آقا جان، ما وصله توکار اگر بزنیم مشکل رو حل میکنه. وصله میشه پیداش کرد. توکار رو چی کارش کنیم؟ توکار رو تقریبا تو هیچ دیکشنری شما نمیتونی پیداش کنی، ولی باید بالاخره تو متن بیاریش دیگه. چه جوری جستجو کنی؟ به چه زحمتی پیدا کنی که انگلیسی زبان یا هر زبان دیگه این رو میاد به مخاطب خودش میگه؟ خیلی دشواره. یه مثال بزنم. ببینید، تو فارسی ما یه اصطلاح داریم زیرکار، یه اصطلاح داریم توکار. میگیم مثلا شروین جان، شما که میخوای لوله کشی بکنی، بیا لوله رو زیرکار، بیا لوله رو توکار در بیار. توکار یعنی یه جوری باشه که دیده نشه، بره پشت کاشیا، بره زیر ارزم بزرگتون کف کار بشه. در این حال که ممکنه این لوله بره زیر کف و بیاد از پشت دیوار، ولی به این نمیگیم لوله زیرکار، به این میگیم لوله توکار. این یه اصطلاحه. اما زیرکار کیا استفاده میکنن؟ خیلیا، مخصوصا رنگکارا. موقعی که فرضاً میخواد رنگ پلیورتان رو بزنه به یک کابینت ممبران، میگه آقا اگر این زیرکار خوب نداشته باشه رنگ موج میفته داخلش. ببینید، لحظه به لحظه هی اصطلاحات تخصصی بیشتری رو ما باهاش مواجهیم. میگه آقا من هر زیرکاری بزنم، میگه خیر، اگر بتون فوری بزنی موج بیشتر میشه، لک میفته. اما اگر 3 دست پرایمر از جنس همون رنگ بزنی، زیرکار خوبی رو بهت میده که بتونی تازه اون مرحله به اصطلاح خودشون پاشش رنگ رو خوب انجام بدی. این همه اصطلاح تخصصی برای اینکه بگی آقا جان، ما یه زیرکار داریم، یه روکار داریم، اینها رو جایی هم نمیشه به کار برد. نمیدونم، میگه فلان وصله رو اگر تو کار بزنیم مشکل حل میشه، مثلا به قیمت 100,000 یورو. عدد سنگینیه، عدد خیلی کوچولویی نیست. یه بخشی از اون پولی که میگیرید به خاطر مسئولیتی که بابت ترجمه این متن روی دوش شما سنگینی میکنه. موقعی که داره در اون تو کار صحبت میکنه، هر اصطلاحی رو نمیتونید به کار ببرید. باید یه دونه دیکشنری نفت دم دستتون باشه. اما جلوتر که میرید میبینید یه سری اصطلاحات فنی مالی توشه، باید دیکشنری مالی دم دستتون باشه و این شاید کفایت نکنه، برید سراغ دیکشنری مالی دیگه. در ادامه میگه آقا فرانچیز
فرانچایز راحت میذاریم و ترجمه میکنیم. اصلا اینطوری نیست. در متن بیمه، در متن و در حوزه بیمه وقتی صحبت از خسارت میشه صحبت از فرانچایز نیست، یه اصطلاح تخصصی دیگه است که شما تو همین دیکشنری میتونید پیداش بکنید. توی برنامه دونه دونه دیکشنری ها رو معرفی میکنم. اگر هم دوست داشتین لطفاً تو کامنت ها بگین که بیشتر به این معرفی دیکشنری ها بپردازیم. خلاصه به خودتون میاید میبینید دارید یه متن حقوقی رو ترجمه میکنید، توش باید لوله کشی رو بدونید تا حدی اصطلاحاتشو، ارزم به حضورتون اصطلاحات بیمه‌ای رو باید بدونید، اصطلاحات مالی و مالیاتی رو باید بدونید و عملاً شما پول اینا رو دارید میگیرید. اگر صحبت میکنیم از یک حوزه تخصصی خیلی خاص باید اینو به تنتون بمالید که توی برخی از حوزه‌ها باید همه فن حریف بشید. امیدوارم موفق باشید، بتونید سفارش‌های بسیار خوبی بگیرید. البته مسئولیتش بسیار بسیار سنگینه. اون موقع است که شما رو به فلان چیز میشناسن، مثلا میگن آقا متن‌های تخصصی نفت رو، حقوقی‌های نفت رو، بیمه رو بدید فراهانی فرضاً ترجمه کنه. اینجوری باید شناخته بشید که بتونید سفارش‌های خوبی رو بگیرید. موفق باشید.